سلام به همه همراهان کانال دستخط. عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که تو ساخت ویدیو پیش اومد. حتما تا پایان ویدیو با بنده همراه باشید چون قرار نکته‌های مهمی رو در خصوص نحوه نوشتن خدمتتون عرض کنم. خیلی از دوستان فکر میکنن خودکار نقش خیلی مهم و اول رو به تنهایی در نوشتن ایفا میکنه. در حالی که اگر یک برگ کاغذ رو روی یک میز، شیشه و یا سطح سفت قرار بدیم و شما با هر نوع خودکاری شروع به نوشتن کنید، چون میز خاصیت ارتجاعی نداره و با کم و زیاد کردن فشار خودکار اتفاقی در نوع خط شما نمیفته، جزئیات حرف‌ها رو در خیلی از خط‌ها مثل خط نسخ نمیشه رعایت کرد و در نتیجه شما خط زیبایی نخواهید داشت. بنابراین اونجا نه کیفیت خط شما و نه کیفیت خودکار شما مشخص میشه. اینجوری ما یه نوشته ساده رو خواهیم داشت. در کنار اهمیت خودکار، ما به زیردستی مناسب هم احتیاج داریم. این دوتا با هم یه مجموعه خوب و یه بستر مناسب برای نوشتن فراهم میکنن. تو این سطحی که ما مینویسیم و قراره با هم تمرین کنیم، استفاده از زیردستی مناسب بسیار حائز اهمیته. بهتره زیر کاغذ اصلی بسته به جنس کاغذ از 2 یا 3 کاغذ دیگه استفاده کنیم و زیر همه اونها از جل یه سررسیدی استفاده کنیم که تقریبا جنس چرمی داشته باشه که فکر کنم همه همچین سررسیدی رو تو خونه هامون داشته باشیم. این جل تقریبا چرمی با کمی خاصیت ارتجاعی که داره باعث میشه با کم و زیاد کردن فشار خودکار در جاهای مناسب جزئیات حروف رو هرچه بهتر رعایت کنیم. استفاده از 2 یا 3 کاغذ زیر کاغذ اصلی باعث میشه کاغذ اصلیمون فاصله بیشتری نسبت به جلد چرمی داشته باشه. بنابراین ضخیم‌تر بشه و با فشاری که میاریم کاغذ اصلی سوراخ نشه. همچنین به خصوص این کار باعث میشه خطمون مثل نمونه برجستگی‌های خاصی پیدا کنه و نوشتمون به مراتب جذاب‌تر بشه. یه ترفند دیگه‌ای هم هست که بیشتر برای دوستانی که میخوان از نوشتهشون فیلم یا عکس بگیرن کاربرد داره. میتونن نور چراغ مطالعه یا نور فلش گوشیشون رو دقیقاً روی میز یا روی زمین همسط با نوشتهشون با زاویه مناسب کنار نوشتهشون قرار بدن و زیبایی برجستگی‌های نوشتهشون رو با حالت سایه روشنی که نور ایجاد میکنه به مراتب بیشتر کنن. من برای اینکه بتونم از بالا فیلم برداری کنم مجبور شدم همه چی رو روی زمین بچینم که تو کادر قرار بگیره. خب من دوربین رو سر جاش قرار میدم تا بریم با هم چند تا متن بنویسیم تا حوصله شما در حین توضیحات سر نره. تو این مدت پیام‌های زیادی رو از طرف شما داشتم راجع به اینکه از چه نوع خودکار و مدادی استفاده کنیم، کدوم خودکار بهتره، چجوری این ضخامت‌ها و این برجستگی‌ها به وجود میاد، جنس کاغذمون چی باشه، چه زیردستی رو استفاده کنیم، آیا نوع خودکارمون باعث این ضخامت‌ها تو خطمون میشه، آیا با هر خودکاری میشه اینجوری نوشت، چقدر زمان میبره تا ما به این حد برسیم و کلی سوالات دیگه که توضیح دادنش میتونه به هر چه بهتر نوشتن شما عزیزان کمک کنه. در ابتدا باید بگم که با هر خودکار و هر نوع نوشت افزاری روی هر نوع کاغذی در صورتی که اصول رو یاد گرفته باشید میشه زیبا نوشت. اما همونطوری که عرض شد یک سری نکته ها وجود داره که میتونه زیبایی خط شما رو چند برابر کنه. اگر به زاویه گرفتن خودکار در دست من دقت کرده باشید، من چپ دست هستم. بعضی ها معتقد بودن زاویه خودکار یا قلمی که با دست چپ گرفته میشه نمیتونه خط خوبی رو در خروجی ارائه بده، در حالی که همه چی به تمرین بستگی داره. تو این زمینه سنایی یه قصیده داره که یکی از ابیاتش اینه: ز یزدان دان نه از ارکان که کوته دیدگی باشد، که خطی که از خرد خیزد تو آن را از بنان بین. همونطوری که میدونید بنان به معنی انگشت ها هست. انگشت ها در نوشتن خط یه واسطن، یه ابزاری که اگر ذهن رو تمرین داده باشید زیبایی ها رو به ظهور میرسونن. بعضی ها فکر میکنن هر چقدر خودکار گرونتر و شکیلتر باشه خودکار بهتریه. تو بازار خودکارهای خیلی متنوعی وجود داره. تو خط نسخ برخلاف مثلا خط هما، چون ما به جزئیات و نازک و ضخیم نوشتن حروف بیشتر نیاز داریم، برای زیبانویسی بیشتر ترجیحاً نیاز به خودکارهایی با سطح مقطع بزرگتریه که به خودکارهای 1.6 یا خودکارهای خوشنویسی معروفه و همونطوری که میدونید سطح مقطع اونا 1.6 میلیمتره. برای اینکه این ویدیو خیلی طولانی نشه، در ویدیوی بعدی با تمام خودکارهایی که تو بازار موجودن آشنا میشیم. با همشون مینویسیم تا با اختلافاشون و معایبشون بیشتر آشنا بشیم و بهترینشون رو نسبت به کیفیت و قیمت انتخاب کنیم. همچنین با طرز آماده کردن مداد به صورت قلم و نحوه نوشتنش میپردازیم.
خیلی از شما عزیزان پرسیده بودید که چقدر زمان میبره تا ما به این حد برسیم. شما خودت چقدر زمان برده که این خط رو یاد بگیری؟ واقعا نمیشه زمان دقیقی رو براش ترسیم کرد. برای هر فردی متغیره. همه چی به تمرین شما بستگی داره، به اینکه چقدر ذوق و انگیزه یادگیری دارید، به اینکه چقدر زمان برای یادگیری و تمرین میذارید. ولی این نکته رو همیشه باید به خاطر داشت که هیچ چیزی یک دفعه به دست نمیاد. باید در ابتدا درگیرش بشید و درگیر شدن شما باهاش از روی علاقه باشه و جوری هم نباشه که خیلی زود ازش زده بشید. در وهله اول اونقدر سخت نباشه که تو ناخودآگاهتون بگید من که نمیتونم. من در ویدیوهای اولم حروف الفبا رو آموزش ندادم و سعی داشتم علاقه شما رو با نوشتن متن‌های مختلف جلب کنم. انگیزه براتون ایجاد کنم. ایجاد علاقه و ایجاد انگیزه قدم اول تو یادگیریه و از شما بخوام که همین متنی که نوشتم رو تمرین کنید. از روش چند بار بنویسید و سعی کنید دقیقاً مثل متن بنویسید. با چند بار نوشتن از روی متن ناخودآگاه با حرف‌ها و کلمه‌های مختلف آشنا میشید و یه متن زیبا با دستخط خودتون خواهید داشت. انجام کاری که سریع شما رو به این نتیجه مطلوب برسونه و یه چیزی رو خلق کنید هم براتون لذت بخشه، هم انگیزه خوبی در شما ایجاد میکنه و شما رو ناخودآگاه درگیر میکنه تا اینکه هفته‌ها درگیر نوشتن حروف الفبا باشید و چون مقابلتون نحوه نگارش، شروع و پایان حرف‌ها رو دارید به همین خاطر خیلی زودتر یاد خواهید گرفت. به همین دلیل من در ویدیوهای اولم اصرار داشتم که فقط بنویسید. متن‌هایی که نوشته میشه رو تمرین کنید. به لحظه شروع و پایان حرف‌ها دقت کنید و مسیر نوشتن رو دنبال کنید. در ابتدا اصلا به نحوه ضخامت حروف و فشارها کاری نداشته باشید. ولی سعی کنید اندازه حرف‌ها و فاصله هاشون نسبت به همدیگر رو رعایت کنید. بار اول که نوشتید با مقایسه متوجه میشید که بعضی از حرف‌ها بزرگتر یا کوچکتر از بقیه. اندازه هاشون یکی نیست. یکم فاصله هاشون با هم نسبت به متن اصلی همخونی نداره. این نکات رو بار دومی که می‌نویسید بیشتر رعایت می‌کنید. یعنی در عرض 1 ساعت چندین بار می‌نویسید و مقایسه می‌کنید و بهتر و بهترش می‌کنید. منم همینجوری یاد گرفتم. شاید بشه بهش گفت مهندسی معکوس از انتها به ابتدا. به هیچ وجه حروف الفبا رو تمرین نکردم. همه چی رو توی نوشتن متن یاد گرفتم. این ویدیو رو با تعریف این تجربه‌ام تموم می‌کنم. خیلی سال پیش، شاید 13 سال پیش بود که من به انجمن خوشنویسی با خودکار رفتم. می‌خواستم کلاس‌های پیشرفته رو برای گرفتن مدرکم شرکت کنم. یه دفتر بزرگ روی میز بود که تمام اساتیدی که مدرک خوشنویسی از انجمن گرفته بودن، داخلش مطلبی رو برای یادگاری نوشته بودن. اون رو باز کردم و یه چیزی منو متعجب کرد. صدها استاد همه عین هم نوشته بودن. نمیشد دستخط‌هاشون رو از هم تفکیک کرد. انگار یه نفر اونا رو نوشته بود. در حالی که دستخط باید یه چیز منحصر به فردی باشه. جوری که کسی جایی دستخط شما رو دید بگه این خط فلانی ها. عواطف، حس و حال، نبوغ و هویت شما باید تو خطتون آورده بشه. نه اینکه صرفاً فقط شما خط زیبایی داشته باشید. دستخط من شاید 100% از نظر اهل فن اصولی نباشه. ولی من همین رو دوست دارم. دوست داشتم بنا به تجربه‌ام یه جاهایشو تغییر بدم. به نظرم اینجوری زیباتر می‌شده تا جور دیگه. بنابراین پیشنهاد من به شما اینه که بعد از یادگیری اصول اولیه خودتون رو محدود نکنید. دستخط مختص به خودتون رو پیدا کنید. امیدوارم تونسته باشم حتی خیلی کم انگیزه براتون ایجاد کنم. ویدیوی بعدی که مربوط به توضیحات و مقایسه خودکارها میشه رو اصلاً از دست ندید. مراقب خودتون باشید و خدای بزرگ نگهدارتون.